نوری سانتر بلند او، موقعیت هست اونجا برای خیرخواه. حالا این ضربه و توی دروازه بادامکی در واپسین ثانیه های مسابقه گل سوم تیم پرسپولیس رو به ثمر میرسونه. یه گل فوق العاده زیبا و دیدنی از بادامکی، ستاره این مسابقه او و کریم باقری بودند. چه موقعی گل میزنه تیم پرسپولیس، اونم در حالی که اونا 10 نفره هستن. واقعا نقش آقای قطبی رو نمیتونیم انکار بکنیم. چس رو ببینید که تعویض شده، تا آخرین لحظات این مسابقه در ورزشگاه بودند. تعویض رویایی رو انجام داد آقای قطبی با آوردن خیرخواه، پاس گل از خیرخواه در این شرایط و این هم ضربه پای چپ از بادامکی که بازا قوسی از روی دستای سالاری وارد دروازه شد. او یه بار دیگه این کار رو انجام داده بود و قوسی ضربه سر زده بود، این بار رو پای چپش این کار رو انجام میده.